شاه ولی الله محدث دهلوی رو دیدم که به سمت مسجد میره، گام‌های کوتاه برمیداره، یه قدمای خیلی کوتاه برمیداره. بعد یکی خدمتشون گفت که استاد شما مریضید؟ فرمودن نه. بیحال و ضعف دارید؟ نه. چی شده چرا انقدر قدمای کوچک برمیدارید؟ گفتن چون این قدما توش اجره، توش ثوابه، میخوام بیشتر بشه. ببین این از اونجا شروع شد. در رابطه با حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنهما آمده که ایشون کنار در مسجد که میرسید یه حالی بهشون دست میداد، الهی عبدک ببابک، خدایا بندت به درگاه تو آمده. با نیت وارد مسجد بشیم، بدونیم کجا آمدیم، بدونیم این در چه دریه و این خانه چه خانه ایه. دعای مسجد رو بخون، نیت اعتکاف بکن. ولی اینکه پاره وقت وارد مسجد آمدی، لازم نیست که ما برای اعتکاف لزوما یه شبانه روز تو مسجد باشیم و این یه نوع اعتکافه. دهه اخیر رمضان یه نوع اعتکافه. ولی همین که شما وارد مسجد میشی برای 10 دقیقه، برای یه رو نیم ساعت، کمتر بیشتر، برای همون هم نیت اعتکاف کن. آگاهانه عبادت کردن، با نیت عبادت کردن.